باشگاهی که خودش جعل داشته، فساد داشته، تبانی داشته، توهین داشته، فحاشی داشته، دم از اصالت میزنه. آقا هوادار پرسپولیس هم فراموش نمی کنن اون زمانی که خانواده اسطوره شما به احمد نوراللهی انواع فحش ناموسی ها دادن. دم اصالت چی رو میزنی؟ ما رو کردید ابن ملجم مرادی، خودتون رو کردین یوسف پیامبر. آقا این چیزا که جدید نیست و تازگی نداره. همیشه کریهای زیادی بین استقلال پرسپولیس بوده. امروز بازی استقلال بوده، فحاشی به هوادار پرسپولیس. برعکسش هم همینجوری بوده، هیچ کس هم تایید نمیکنه. ولی که شما بیاین اینو دست بگیرید که پرسپولیس رو محروم کنه، درست نیسته. بکشید کنار بابا.